برای هر یک از سوره‌های قرآن خاص متعددی ذکر شده است. تمام سوره‌های قرآن دارای خاص زیادی است که دانستن آنها می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات زندگی کارگشا باشد. شرطة فاتحة. مال و ثروت، زنده شدن مرده، آرام بخش دردها، کلید بهبودی برآورده شدن حاجات، درمان بیماری‌ها، رهایی از عذاب فرشتگان نوزدگانه، بخشش گناهان، راه رسیدن به بهشت جهت عبور از پل صراط، بخشایش گناهان پدر و مادر. 2 شرطة بقره. خوندا سوره بقره برء رزق اثر دارد. از امام صادق منقول است که اگر این سوره را بنویسند و با خود دارند همه دردها زائل شود و اگر بر محموم بندند تب او از بین برود و اگر بر کودک بندند از شیر به آسانی گرفته شود. از امام صادق منقول است که اگر این سوره را 7 بار بر مسرور یا دیوانه بخوانند یا بنویسند و بر گردنش ببندند شفا یابد. از حضرت علی منقول است که هرگاه چشم کسی آزرده باشد با اعتقاد کامل آیه الکرسی را بخواند البته شفا یابد. خواندن آیه الکرسی روزی 21 مرتبه برای حافظه خوب است. امام صادق می‌فرماید سفرت را با صدقه دادن آغاز کن و هنگامی که خواستی سفرت را آغاز کنی آیه الکرسی را بخوان. در هنگام شدایت و سختی‌ها و در مهمات بزرگ خواندن 12 بار آیه الکرسی نافع است و تخلف ندارد.